بالاخره شاهد خواهیم بود که سرنوشت گنگ و نامعلوم دمیریامان در چوکوروا مشخص میشه، چرا که میبینیم زمانی که همه در چوکوروا به نحوی تبدیل به دشمن مهمتکارا میشن و هر کسی از فکرت گرفته تا بتول و عبدالقدیر به سهم خودشون در صدد ضربه زدن به مهمتکارا هستند و این وسط تنها کسی که دشمن مهمتکارا نیست و برعکس عاشقش زلیخاست، کم کم زلیخا هم از طریق نامه‌های مشکوکی که دریافت میکنه با واقعیت تاریک و پر از جنایت مهمتکارا آشنا میشه. نامه‌هایی که بی نام و نشانن و معلوم نیست از کجا ارسال شدن، اما همین نامه‌های مشکوک با ارسال کلی سند و مدرک به کلی ذهنیت زلیخا رو نسبت به عشقش مهمتکارا عوض میکنن، به نحوی که وقتی در آخرین نامه زلیخا متوجه هویت واقعی مهمتکارا به عنوان هاکان گمشغلو میشه، به کلی وحشت زده میشه و با خودش فکر میکنه که این همه مدت با چه جنایتکاری زندگی میکرده. پس به همین خاطر زلیخایی که میدونست به خاطر این عشق و عاشقی احمقانه و کورکورانش کسی توی چوکوروا دل خوشی ازش نداره، تنها پناه خودش رو مزار خان بزرگ چوکوروا دمیریامان میبینه و با چشمانی گریان بر سر مزار دمیریامان حاضر میشه. اما از اونجایی که زلیخا به یاد بی‌حرمتی های خودش نسبت به جسد دمیر و همچنین خاک سپاری تحقیرآمیزش میافتاد، اون هم به خاطر هاکانی که قاتل دمیر بود و توی زندگیش دستش به خون خیلی آلوده شده بود، به کلی از دمیر و حتی خودش خجالت میکشید و مدام از روح دمیریامان طلب بخشش میکرد و حتی برای دمیر گریه میکرد که چرا هیچ وقت اونطوری که باید قدرش رو میدونست قدرش رو ندونسته. اما درست در همین لحظات میبینیم که هاکان به صورت مخفیانه داره تمام درد و دلهای زلیخا با دمیر رو میشنوه و وقتی متوجه میشه که زلیخا به هیچ وجه دیگه اونو نمیخواد، هاکان از همون قبرستون سوار ماشینش میشه و چوکوروا رو ترک میکنه، به نحوی که زلیخا تا روزها پس از ناپدید شدن هاکان شوکه بود و نمیدونست که چطور به این راحتی از شر همچین جنایتکاری راحت شده و از زندگیش بیرون رفته و ناپدید شده. اما این وسط تنها چیزی که به ذهن زلیخا میرسید این بود که روح دمیریامان اونو بخشیده و این ناپدید شدن هاکان هم میتونه یه هدیه الهی از سوی روح خان بزرگ چوکوروا باشه. اما زلیخا خبر نداشت که تمام این نامه ها کار بتول و عبدالقدیر بوده تا بتونن هاکان رو نابود کنن و حالا بعد از رفتن هاکان زلیخای بنده خدا باید منتظر حوادث تلخ و ناگواری باشه.